что дальше? Шикамам. Шикамам. Акажон шикамам. Даркада что даст. Помощь мегуля, Идрис. Акажон курусная шитам. ایدریس ایدریس سمیر چی شده است؟ چرا دودوایی میکنی؟ آرام شو. نمیدونم با ایدریس چی شده است. اومدم در همین حال است. چرا این خیل شده است نمیدونم بختوار. آرام شو سمیر. هیچ گپ نیست خیر. کمی بیمار شده است. میبینی خوب میشود. ایدریس هیچ گپ نشده است. خودت رو اینقدر عذاب نده. حالا شما ایستید. من رفته کمی خوراک و دارو میوم. مایلش هزار رحمت بختوار. سمیر من برای شما کمی خوراک و دارو آوردم. اینو گرفته به ایدریس ده. بختوار یک دقیقه میتوانم گپ زدم؟ بله چی شده است؟ هزار رحمت بختوار. من این خوبیای تو رو هیچگاه فراموش نمیکنم. چندین بار است که تو به ما کمک میکنی. من از تو خیلی مینه دارم. هزار رحمت بختوار. هیچ گپ نه دوستان. دوستی برای همین روزها است. خیلی مایلش من رفتم سمیر جان. مایلش سمیر جان. امروز قریب ایدریس از گرسنگی بیهوش میشد و از دست من هیچ کار ناومد. ای خدا جان با من کمک کن. سهر حتما رفته یگان کار میو. این خیلی نمیشه.
از خواب خستی ادریس جان؟ اکا جان با کار میروی؟ نه دادر جان، کارکوبی میروم. اکا جان چرا با جای کاری خدا نمیروی؟ نه دادر جان، در آنجا فقط کمی نان میدادند و خلاص. من با این خیلی کار به تو لباسی مکتبی گرفته نمیتوانم. یگان کاری خوب مییابم که پولی نقد دیان. مبلغی زیاد جمع میکنیم، بعد برای لباسی مکتبیت میشود. لباسی مکتبی خریده بعد تو رو با مکتب روان میکنم. اکا جان بررستی؟ البته میخرم، من به تو وعده دادم که. تو اکا جانی منی. مایلش ادریس جان، خدا رو نگاه کن. خیر، من رفتم. مایرا از خیر اکا جان. ای دادر جانو، حالا با اکا جان همین صاحب زمین در کجاست؟ در اون طرف است. هزار رحمتی تو. ها از اون را بیایید، بچه من شما رو در اینجا منتظرم. هی من در همین جایم، بله بیایید. برادر یک دقیقه شما را ممکن؟ بچه های ایستید، من باز با شما زنگ میزنم. برادر من از یک دو کودک پرسیدم، گفتن صاحب زمین در همین طرف است. بله برادر، صاحب زمین پدر من است. چی شد؟ یک دو برادر دیگر گفت که در همینجا کار میدهند. من کارکوبی آمدم. البته کار هست. گردهای پخته رو توزه میکنی، نوده های توتو رو میزنی. برادر کار از کی شروع کنم؟ فرق ندارد، به من از حالا شروع کنی میشود. یک دوستی دیگر هم دارم، آن هم کار کفته ایستاده است. میشود که وی رو هم بیارم با هم را هم کار کند؟ با من فرق ندارد، کسی باید کار کند. بعد برادر مسئله این مبلغ رو چند سومی میدی؟ روزی کوریتون 5 سومی. کار کنه در این خیل کار نکنه 4 طرفتون قبله. مایلش، من راضی. کار از حالا شروع میکنم. برادر یک نشون میدادی؟ مایلش هیچ گپ نشون میدیم. نامت چی بود برادر؟ نامی من سمیر. سمیر، این گردهای پخته رو توزه میکنی؟ مایلش، من راضی. باز رفتیم. آنم این توتها رو نودهایش رو میزنی تا پایان. مایلش از کجاست پول گیری؟ مرحمت. مایلش، رحمت. خیر، من شروع میکنم.
علی؟ سلام اکای سمی جان، چی خیلی هستی؟ سلامتیت خوب؟ میشه از شکری خدا ساز خوبی؟ خودت خوب است علی جان؟ میشود اکا. شینکو علی جان. چیه پس علی جان؟ تینجی است؟ خوب نمی نمایی؟ خوب نیستم اکا جان. دیشب به خونه رفته بودم، مادرم بیمار شده بود و از دستم هیچ کار نیامد. من چیکار کردنم را نمیدونستم اکا. من حتما باید در یگونجا کار کرده داروهای مادرم را حتما خرم. نمیدونم چیکار کنم اکا جان. اگر یگون کاری افتی اکا جان مرا هم بر. چی کاری باشد نباشد میکنم، کاری وزمین هم باشد میکنم. من در خانه شرم میدارم که به چشمان مادرم نگاه کنم. به هر حال من پسر یگانه مادرم هستم. من باید یگان کار کنم. غمگین نشو علی جان، من خوش میگذره. راستی ادریس هم به مکتب رفتن میخوام. با او لباس مکتبی خریدن میکنم و من هم در یگانجا کار نمیکنم. دیگر نمیدونم چی کار کنم. اکا، همین پدرتون در کجاست؟ پدرم ادریس خیلی خور بود که پدرم ما را پرتافته رفت و مادرم دائما میگفتن که پدرت آدمی خوب است. نمیدونم ما را برای چی پرتافته. من میخوام که پدرم رو یک بار ببینم و در چشمانش نگاه کرده بگویم برای چی ما را پرتافته رفتی؟ از اوده با نمی برآمدی؟ چرا ادریس مرا تنها گذاشته رفتی؟ مادرم که یک زنی تنها بود و آغوش کنم دیگر سر ندیم بو کشم پدرم را. مرا ببخشید که من نمیخواستم شما را رنجانم. یک بار دیگر عذر میپرسم. علی جان، من یک کاری افتگیم. هر روز 5 تومانی میدهد. کاری خوب است. کمی گیرهای پخته را تازه میکنی؟ میل شکر جان، خداوند از شما راضی باشه. خیلی رفتیم علی جان. رفتیم اکا.
من یک کاری فوری دارم. حتما روم اکاجان. راستی اکای سمیر من باید روم. و داروخانه رفته داروهای مادرم را گرفته به خانه میروم. چی؟ کی به کجا رفتنی است نفهمیدم. من باید به داروخانه رفته داروهای مادرم را گیرم. وضعیت مادرم خیلی بد است. کارو نیمکولا کرده به کجا میروی؟ اکاجان تو چی گفته ایستاده؟ میدونی مرا مادرم بیمار است. من باید حتما روم. پس برای چی به کار اومدی؟